پس از آنکه حضرت نوح تمام حیوانات را وارد کشتی خود کرد، ناگاه شیطان همراه با یک الاغ وارد کشتی شد و قوم نوح که گناهکار نوح آنها را نفرین کرد و طوفان همه آنها را از بین برد. ابلیس به خدمت نوح رسید و گفت: ای نوح، تو بر من حقی داری که باید برات جبران کنم، چون تو به من نیکی کردی. نوح پرسید: چه نیکی بر تو کردم؟ ابلیس گفت: همین که تو نفرین کردی قومت همگی نابود شدن. اگر این کارو نمی‌کردی به زحمت زیادی می‌افتادم تا گمراه‌ترشون کنم، ولی الان مدتی راحت هستم تا نسل بشر دوباره به وجود آید. نوح از این سخنان ناراحت شد و گریه کرد. ابلیس گفت: به خاطر این کارت به تو 3 نصیحت می‌کنم. وحی به نوح رسید که سخنان ابلیس را بشنو. ابلیس گفت: ای نوح، هیچ وقت مغرور نشو، چون من به خاطر غرورم بر پدر تو حضرت آدم سجده نکردم و همین غرور باعث طرد شدن من از عالم ملکوت شد. دوم اینکه حرص و طمع نکن. پدرت آدم صاحب بهشت بود، ولی به خاطر طمع یک میوه ممنوع حرص زد و آن را خورد و تبعید شد. سوم، از حسادت دوری کن، همانطور که قابیل به برادرش هابیل حسادت کرد و اولین قتل بشریت به دست قابیل از سر حسادت اتفاق افتاد. نوح گفت: ای ابلیس، به من بگو تو چه وقت میتوانی بر انسانها مسلط شوی و سریع فریبشان دهی؟ ابلیس گفت: در زمان عصبانیت انسان من کاملا مشرف به آنها هستم. بیننده عزیز، آگاه باش که شیطان باعث عدم تمرکز و شلوغی ذهن تو می شود، ولی یاد خداوند باعث آرامش و خلوتی ذهن تو می شود. برای رهایی از شیطان بنویس: خدایا پناهم بده.